تو شیخ بودی، پادشاه نبودی. برای همینی که اومدی پادشاهی کنی خراب کردی. از شیخ پادشاهی در نمیاد که. شیخ باید به امور مذهبی خودش بپردازه، در بهترین شکلش عبادت کنه، خیر دنیا رو از خدا بخواد. وقتی ابزارالات و حکومت میدی دست شیخ، اون وقت اینجوری میشه، با این ور بجنگ، با اون ور بجنگ، ادعا کن، مخالفان تو بکش. آخرش دیدید که محصور شد در تهاجم مخالفانش. اونقدر که دیگه گفت زورم نمیرسه، دعا کنید برای من. مپندار اگر سفله قارون شود، که طبع لئیمش دگرگون شود. میگه فکر نکن که آدم فرومایه اگر ثروت قارون رو هم به دست بیاره، طبع لئیم و فرومایش عوض میشه. ذاتش اینه، ذات این آدم فرومایگیه، گداست، گدا مسلکه. اصل هر آدمی سر جاشه، جاش عوض بشه اصلش که عوض نمیشه.